سلام خدمت همه همراهان چنل کلاف طلایی. امروز میخوام آموزش یک گل سر ترند رو براتون داشته باشم که این روزها خیلی ترند شده. برای بافت این گل سر ما نیاز داریم به نخ سبز رنگ و قلاب دست ژله‌ای شماره 2. ابتدا من یه زنجیر روی میلم میزنم و میل رو از داخل گل سر وارد کرده انتهای نخ رو با دستم نگه میدارم و یه پایه میزنم. برای پر کردن این گیره از داخل گیره گلاب رو رد کرده و داخلش رو با پایه کوتاه پر میکنیم. فقط پای کوتاه میبافیم تا داخل این گیره پر بشه. خب تا اینجای کار رو من آماده کردم. حالا توی این مرحله 3 تا پایه میزنم، گل سر رو بر میگردونم و 3 پایه اون طرفتر یه بست میزنم. 3 تا زنجیر زده و یه پایه های قبلی بست میزنم و این کار رو دور تا دور گل سر انجام میدم. من بافتم و بافت گل سرم اینجا تموم شد. اضافی نخها رو از پشت کار رد کردم و اضافی نخها رو میچینم. ببینید برای چسبوندن گل، برای اینکه شکوفه رو روی این گل سر بچسبونیم از چسب حرارتی یا چسب، من اینجا از چسب E6000 استفاده کردم. اگه شما چسب حرارتی داشته باشید که خیلی راحت میتونید بچسبونید. چسبوندن با چسب E6000 یکم طول میکشه و میتونید روی این قسمت یه مروارید لپه‌ای یا مروارید گرد قرار بدید برای زیبایی بیشترش. ببینید به این صورت میتونید با بافتن اینها گل سرها کسب درآمد کنید برای خودتون. آموزش این شکوفه زیبا رو توی فیلم قبلی بهتون آموزش دادم. برای اینکه یاد بگیرید میتونید از ویدیوی قبلی استفاده کنید. امیدوارم از کار امروز من راضی باشید و با حمایت هاتون، با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن چنل من از من حمایت کنید و چنل من رو به دوستاتون هم معرفی کنید.